لالابونو عزیز و پذیرا باشید. تشکر استاد. ما میدونیم سرگوش ما بهترین است ولی وقتی ما کمی محدود است. لیکن با وجود این من میخواستم فهمم که یک سرود شما در چقدر وقت آماده می شود؟ ما روزهای دراز ماهای دراز کوشش بخیر میدیم که یک سروده ثبت میگیم واقعا داریم ثبت میگیم که استاد گرامی همین سروده که حاضر سرایده میخواستم زنده و بی آهنگ 4 مصرع اون رو زمزمه کنید. خواهش میکنم. یه نگذرد از نظرم روی که روی زیبا قامتی دلجوی تو یه خانه سیاه در برکی روی که کشتای مدر بالکی هندوی تو یه چند سخنه میگویم از بعد که جلوگری نغمگری زای تو ذکری الله حکیما
مرد چیل هنر کم است رو با طرز خود گردانده میگوید. لطفالله دولتزاده دارنده چیل هنر است. پای برده. پس کفکوبی میزنیم و پیشواز میگیریم. استاد لطفالله دولتزاده. گردنی خود همه مرجان کرده ای آره من زیخ پرشان کرده ای گردنی خود همه مرجان کرده ای آره من زیخ پرشان کرده ای دوست مزدی پاشایی پیوست خدا باید نگه دلی من حیران کرده ای دوست مزدی پاشایی خاصیت زرفشانی و پرده قاسم آمدند. مرحبا. دمیربک عالم رو روی صحنه خدپرد دعوت میکنه. پیشواز میگیره.